چماق صورت بر استخوان سنگ به قصد دفرمه کردن را تعریف نمیتوان که از لحان بلندی گل میپاشید به خانه عنصای پرپر. پاییز میگویند طبیعی است. منتقدان در این شعر آن نیست، آن آتش گرفته است و میگویند جان داشت هنوز به وقت تجاوزها. جان داشت ولی دفرمه بود به صورت چماق که میافتاد بر سنگ. از این جای شعر دلی تنگ است برای آن که نامش را میدانیم اما خودش را فراموش کرده ایم و داریم زندگیمان را میکنیم در پوزیشن های مختلف. دارم حرف میزنم، نخندید بچه ها. من حالا 1 سال و خورده است که دفرمم و فرمول خاک همین است که میگویند سردی میآورد. دارد از یادم آن حرف میزند. دارد از یادم آن حرف میزند. آن آتش گرفته که دیگر نه در شعرهای من است نه در خیابان. سر به تو برده چماق سنگ به ننگ لنگ ها را دعوت به فتح زندگی نکرده کرد و پذیرفتند و داستان با خون و خجالت